شما مبارزه دولت تاجیکستان به ضد افراطگرایی را در رسالتون به خاموش کردن آتش با گاز مانند کرده اید. می توانید این گفته‌تان را شرح بدهید؟ متاسفانه حکومت امالی رحمان پرزیدنت اون کشور انتخاب کرد که با استفاده اقدامات امنیتی یا سخت‌تر خب با چیز برای خاموش کردن اکستریمیزی رقابت میکند بر ضد دین عادی و همینطور برکنار کردن هر نوع اپوزیسی خودش مثل حزب نهضت اسلامی چیزهای ظاهری میکنند. خب اگر زن یا دختر که روسری میپوشند برای چیز مذهب خودش، برای ابراز کردن دین خودش و ایمان خودش، اگر پلیس میلیسیا از سرش بشکنند بگیرند این چی فایده است؟ حتما یعنی شما میگید مقامات تاجیکستان طوری که میکنند ترغیب زنان را که حجاب نپوشند یا ریش نمانند، این اقدامات نتیجه نداده است و مردم مثلا اگر کمتر ریشی دراز هم بمانند، یعنی این معنی اون نیست که این مبارزه با افراطگرایی است یا افراطگرایی کم شده است. منظورتون همین است؟ بله، که حتما این ظاهر تبدیل میکنند اما در داخلش حتما باعث مثل استفاده گاز برای آتش خاموش کنند، چون که در داخل دل وقتی که این طور که مجبور میکنند دشنام میکنند، خشم و نفرت برانگیخته میکنند. پس اگر این شخص افراطگرا نبود و چیز نمیخوادی که خشونت ایجاد میکند بر ضد حکومت، بر ضد جای در تاجیکستان، بعد از این حتما این نفرت و این احساس بسیار منفی داد حتما آتش بزرگتر و خطرناکتر می باشد ازش. و یک بخش رساله شما درباره دیرادیکالیزاسیا و یا از ایده های افراطی دور کردن آنهایی است که افراطگرا شدند. به فکر شما در تاجیکستان کدام شیوه ها به کار می روند؟ مثلا برای دور کردن آنهایی که در سوریه و عراق با گروه دولت اسلامی هم بودند و به تاجیکستان برگشتند. خب این چیزی خوب کردند. خب من نباید بگویم که حکومت تاجیکستان یگان کار خب ثمرناک یا تاثیرگذار نکردند. خب این گپ من نیست. وقتی که آنان یعنی مبارزه داعش و افراطگرایان میخواهند به تاجیکستان، به وطن خودش میخواهند بگذارند، این فکر خوب که آنان یک راه برای بخشیدن داده اند و همین طور باید از آنان خوب استفاده کنند برای سخنرانی در کشور، تا به این اشخاصی که شاید فکر دارند که شاید من به سوریه برای جهاد می روند، مثل یک مبارزه مسلمان. خب این چیزی بسیار خوب است که این مبارزان پیشین، این شبه نظامیان می توانند بگویند که این حقیقت است، ما در سوریه این کار می کند، یا ما در سوریه بیشتر مسلمان دیگر میکشیم. خب ما یک جهاد نمی کنیم، فقط ما آدم کشی میکنیم. پس این یک اقدامات بسیار سالم از دست تاجیکستان و من فکر میکنم که این شاید تاثیرگذار می باشد و همین طور که اگر حکومت میخواهد که همینطور این بهتر کند، باید این چیزی مثل کروپسیو، مثل بیان آزادی، مثل خب حکومت باید آزادتر و همین بازتر کنند. اگر ما میگوییم که فقط مردم بیش از
18 سال می توانند به مسجد، به کلیسا، به عبادتخانه، به جامعه خانه می توانند داخل شوند و می توانند راهنمای مذهبی داشته باشند، حتما آنان گوش باز است به مشورت پوچ داعش. خب چون که این هیجان انگیز است، اما اگر که آنان یک خب اصول داشت یا ستون دینی داشت که میدانند که این پیام چیز مذهبی درست یا خب مستقیم میدانند، حتما این استخدام کنندگان در توی فیسبوک و آنوکلاس نمیتواند خوب کار کنند.